سلام، امروز با چند تا خبر از دنیای تکنولوژی باهاتون همراه میشم. اگه از این دست ویدیوها هم خوشتون اومد ممنون میشم لایک کنید تا اینکه علاوه بر موبایل در زمینه سایر بخش‌های تکنولوژی هم ویدیو داشته باشیم. پس برو بریم. خبر اول مربوط میشه به شرکت آمازون که به تازگی یه ربات به اسم سکویا به جمع ربات‌هایی که توی این شرکت مشغول به فعالیت هستن اضافه شده. در حال حاضر بیش از 750,000 ربات توی این شرکت کار میکنن و همین باعث افزایش سرعت کار و کاهش 15% سوانح توی بخش‌هایی که ربات‌ها مشغول به فعالیت هستن شده. حالا طی بیانیه رسمی آمازون ربات سکویا هم به لیست این ربات‌ها اضافه شده. طبق گفته آمازون سکویا باعث کاهش 25% زمان پردازش سفارش میشه و همچنین روند شناسایی و ذخیره سازی محصولات 75% سریعتر انجام میشن. خبر دوم مربوط میشه به قابلیت‌های جدیدی که قراره به واتساپ اضافه بشه. اولیش که احتمالاً قراره هفته آینده ارائه بشه اینه که میتونید روی یک دیوایس یا همون موبایل یا تبلت با یک برنامه واتساپ 2 تا اکانت داشته باشید که البته واسه فعال کردن 2 تا اکانت مجزا باید از 2 تا سیم کارت و شماره مجزا هم استفاده کنید. این ویژگی واقعا چیز جدیدی نیست و ما الان مدت هاست که این ویژگی رو روی تلگرام داریم. اما ویژگی دوم که الان روی نسخه بتای واتساپ هست و مشخص نیست که کی قراره در دسترس عموم قرار بگیره اینه که کاربران میتونن پیام‌های صوتی رو برای دیگران ارسال کنن که قابلیت حذف به صورت خودکار رو دارن، یعنی به صورت خودکار حذف میشن. این قابلیت مثل چیه؟ مثل قابلیت ویو وانسه که وقتی شما ویدیو یا عکسی رو با قابلیت ویو وانس برای کسی میفرستین، بعد از باز شدن فایل و دیده شدن اون عکس یا ویدیو توسط شخص، اون فایل ویدیو یا عکس به صورت خودکار حذف میشه. خبر بعدی مربوط میشه به حضور همراه اول توی نمایشگاه جیتکس 2023 با شعار ایمینگ اینفینیتی یا هدفگیری بی‌نهایت. این اپراتور ایرانی امسال توی این رویداد تمرکز خودش رو روی توسعه پلتفرم‌های هوش مصنوعی و سرویس‌های مرتبط با اون گذاشته. از خروجی‌هاش هم میشه به آرتورک‌های دیجیتال و سیستم پایش عیوب دکل‌های مخابراتی اشاره کرد که این کار رو با پهپادهای هوشمند انجام میده. از طرف دیگه همراه اول مذاکراتی رو با اپراتورهای مقصد محبوب ایرانیان از جمله ترکیه و امارات و عراق انجام داده و باید دید نتیجه این مذاکرات چی میشه. این مذاکرات در مورد کاهش تعرفه بسته‌های رومینگ بین‌المللی توی این 3 تا کشور بوده و با توجه به اینکه بسته‌های رومینگ همراه اول ارزان‌تر از سایر اپراتورهای محبوب ایرانیه، بازم باید منتظر کاهش قیمت بسته‌های رومینگ همراه اول باشیم که این احتمالاً خبر خوبی برای کسانی که از این نوع بسته‌ها استفاده می‌کنند. آخرین خبر مربوط میشه به محصول جدید وان پلاس که قرار 24 اکتبر که به تاریخ خودمون میشه 2 آبان ماه رونمایی بشه که یه صفحه نمایش داره با پیک روشنایی 3000 نیت. اسم این صفحه نمایش رو گذاشتن طلوع جدید. حدوداً 1000 نیت از آیفون 15 پرو مکس روشن‌تره و رکورد روشن‌ترین صفحه نمایش جهان هم الان همچنان دست وان پلاسه که 2800 نیته و این محصول جدید که به احتمال خیلی زیاد یه گوشی پرچم داره و بعید میدونم که میان رده باشه، قرار رکورد خود وان پلاس رو بشکنه، یعنی خودش قرار رکورد خودش رو بشکنه. ممنون که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه که یک دنیا برای من دلگرمیه. دمتون گرم. خداحافظ.